دوستان عزیز وقتی که ما میمیریم نامه اعمالمون رو در قبر با ما نشان میدهند یا در قیامت. اگر در قیامت با دستمان دهم پس چگونه در قبر میفهمند که ما بهشتیم یا دوزخی؟ برادران عزیز و گرامی، نامه اعمال روز قیامت است. ما در خانه قبر اینقدر فقط از احادیث‌های گرامی پیامبر نازنین ما اینقدر فهمیدیم که ما را میپرسند که پروردگارت کیست و پیامبرت کیست و دینت چیست. ما وقتی این جوابها را که میگیم دیگر برای ما برادرای عزیز تمام دیگر اینجا در ما مقصد از همون سوالها که گذاشتیم اینجا یک بشارت دیگر است. دیگر هر گاهی که اگر از سوالی منکر و نکیر که شما خلاص شدین، یعنی ما بعد شما، یعنی قیامت شما دیگر